بیا کاری نفری بیا بیا قدیم مسایی بریم لالا جان کلیجا شما نکنه نه کنه لالا بستکیم ما به شما کار داریم برو آرمه شما عده میدی؟ بله ما و امی بیا مادیم به خیر خوشی به کردی شما یک گزارشیم تهیه کنیم ایستا گزارش الان به شما میگم بگی برو همون جگاه بستک خیلی نزدیک میدی عقل کمال بخوری بگی بزن کامرا شما اتا تلویزیونی بله یا برو آرمه پارسالا مرتکه که از ما ماست بپرسه با ما امسال آمدیم برو بشینیم برو که ما و شما هم قاید چیم شیشته نمیتونم برو آماده ایم بله بابا اونجی بسته اونجی برار جو میگه برو وردار بی عقله بگیر ما خورده خب دوستای عزیز در کنار برادر عزیز قرار داریم نام خدا میبینیم جوان خوش اخلاق خوش دید خوش صحبت سلامت خوش چهره نام خدا صلی الله و بله اینا شاید به می قلی اینا نباشه برادر عزیز خود معرفی کنیم اشته بگم چی بگم یعنی اسم شریف خود ببینین داما بگین که با شما آشنا شم شریف سو عمه منه معروف به شریف خیگینه انا ما اسم ما گلکه نه برار خوشتیپ به من اسم شو عمه خور نگیم اسم خود خور من گفتم بگیم باباتون گلک ولد مدرمه نه اسم پیر خور بگیم یا ما این تخلص خور بگیم تخرص چیزه جعفری خب برارم اسم شما گلک ها خب برارم شما این بگین که در زندگی یک خاطره خوشی ببینید داما تعریف کنید بگین چی خاطره ها دارید خاله خوشی خاطره خوشی خاطره چیه؟ یعنی مثال میگم به طول همین عمر شما اتفاق جالبی اتفاقی که شما را ته دل خوشحال کرده با ما بد برار دیگه چیزه سلام علیکم سلام علیکم حالا جانشتیانی گلک چیه؟ اینا مسافه میگیره از من مصاحبه؟ مصاففه یا نه مصاحبه؟ مصاحبه میگیریم گزارشگرم بگو برار ما خاطره گفتیم بله ما جا شما خیلی یک 10 تا میش خیلموک داشتیم خاطر شیرین مهمینه که یک بار به زمستون بود تقریبا 18 سال پیش انا گرد بیامد خود بنداخت با داخل رمه از این میشاق بابا جان میفهمی که چی میگه؟ نه برو جوری که هست ساده منطقه مانی کمی تخته کم داره مشکل نیه این دوبی خود قد کنه خاطر بعد بیاد خیلی برو شما مسایبه دیگه به خدمت شما عرض کنم مرا نفر افتاده بود برد که بیامد یک میش خیلموک مال ببرد لقمه زد بعد مال خاطری عزیز بود که بیامد اون کلیزا برخ به سر کلمه کمک میدیم به من بدیم کمک کنیم برو جو نفر دوی عزیز ما نفری پیدا کردیم که سری برق بروانه میشه این میفهمم ماما یعنی رسی بابا من این سر کی نشون میدیم شما برارم این شو بخیر کشی و تلویزیون یعنی یک ساعت دیگه شو میشه نشون میدیم حالا در باره چی میپرسم؟ در رابطه خاطفه است خاطره خاطره؟ خاطره ما چی کابون حالا وقتی خاطره پس برو شما خاطره خوش کن بگی باید خاطره نگه این مردم هم گوشنگی لباس میرن مشکلات های یک پرسان که برو جو تو از این جان پرسان که بگو تامی کسی ها بچند پیل اینا برای خیرات میگردن برای مال و مفت برو جو اگه کمک هست که ما خاطره خود میگم نه برارم خاطره کمک من برارم من برم کی خود ببینم من فقط برارم این شو خود خوب ببین این تلویزیون ها تلویزیون که تلویزیونه تلویزیون شو هم میبین تلویزیون شو هم میبین بچه شو هم میداری تو که تلویزیون خوبه شما نشون نمیده کلاگندی شما بگاری آدم ما تلویزیون نداریم باشه برم بگم همسایه بگم که بگم من سعی کنه دیگه سعی کنه برارم تمام شهرهای افغانستان چه ویدن خب خیر بینیم برا بریم برارم شما بله بریم بکنیم برو جویی آدم سادیه من بجلی از این گفتم خال میخوره جوونه تختکه چیز نافهمی تو از کی گزارش میگیری یک نفر هوشیار پیدا که به تو سر تا پای منطقه معرفی کنه وانی تو هوشیار او تو مزی مصاحبه میدی براجو براجو بگیری اسم شریف شما چیه برارمه اسم شریف من اسم شریف شما اسم شریف عباس تو برارمه و درد شامیه نمیخوری خدایی تو میخوری
خود با کله گنده برو کله گنده خودی من بخو جمع کن گو باید کاغ تای منطقه ما برو افتاده جا که تو از چیز سرقی گرفتی برو جمع کن ساده جمع کن که اینا همه سرقی هم سر اینا برای پلوانه میشه ای خاک برنگ تو بتیشتی بیا که برین که آدم ها بیعقل بودن منطقه دیگه پیدا کن کینه سلام علیکم اندنا باشیم خاله جان و علیکم نانه اشتاستیم بشناختیم به صدامه ای نانه تو کسی هم هست همی غلطور نشناسه باشیم خاله جان شما که چیز داریم تلویزیون بخونه خو داریم خاله چرین آزنده باشیم خاله جان امی انال که نماشم نشد انا مر سی کنیم ما مال مساففه دادم مال به مرتکه که ایشته مسافه چی میگی نانه دو تا مرتکه یک چیلکی بیدک یک به چیلکی بیدک انا بیامد اینجا از کامر بگیرید از ما گفت که تو کینی باز اینجا خور مگس مین دو عباس که بیامد اینجا انال عباس هم نصف عباس هم نشون میده مرم نشون میده یعنی توی که میگی نانه کمک چیزی میایه بلا در جریان کمک ما تقسیم بندی نشد که نوبت برای سبب که بگم شاید که به عباس بگفته باشه ما این برون در سر عباس اینا بگم که عباس اگه کمک میدن که مدر غوث الدین رو هم بگم اگه میفهمی کمک بدن من بچه خودت رای میکنم نانه باشه برو از اول از اینا بپرسه خاله جان خوبه زودتر خبری بیاری من سی کنی من بیارم دیگه برقا شما باشه خاله جان دیگه بفهمیدی خوبه خاله جان آخر بینه من سی کنی خیلی مقبول که بزده مرتگه من تایید که سوری به من خبری یک ساعت اقعد تو بالا به تعریف میکن نام خدا تو جوری خونه داری به چی برو چکار شو؟ کجا رفتی؟ کجا رفتی براتون در سلام شاید سکتو میستری سرقی چی میگو؟ چی گفت مرتکه خاطر که هیچی رد از تو که برفتی گفت اسم شریف شما گفتین اسم شریف ما عباس و گویا تو به درد جامعه نمیخوای گفت مگر تو به درد جامعه میخوردی از آدم ساده گزارش نمیگیتی مثل اون بچگک جوان مارد به خود بگم اونجا تو خراب کردی جوان گیلک مگه پاتو گوش کشیدم خود به سرقی شدم چی میگی تو دم تلویزیون آخه یعنی مخبول امی تقرای که دیگه بزبطه گوشم رو از سخت بلا کرده بزنی بابا یاره گیلک خو می بودی جالب بود بابا اینا بیچاره به زمین خورد نرم نگل شد خود زن همسایه ما زن تازه گل گفت که برو سعی که من بچه خدای کنه کمک ندادک پول ندادک کمک بکن جواد نه چون بیکار مونده و چگاه شده بیا تا منطقه که من گزارش میگیرم پول ندادا نه پول به کجا دلی بود که ما واسه پول بده خیلی باشه مرد نکس برو گیلک من چونه شون میدم و میگی ملکو بگیرید ما کربه زدن خیلی از ما تعریف توسی که بیلا از تو خوش اخلاق خوش تیپ خوش قیافه به تو گفتن خوش اخلاق نشناخته بود تو گیل تمام قلیات شاید کشور افغانستان هم ببینمه کشور افغانستان کشور افغانستان من میبینم پس اینجا کجاه؟ کجا؟ افغانستان کم اینجا دیگه نه کشور افغانستان بابا گیلک میتونستن تلویزیون هم میگفتی مرکه ببینم تو بیاردی من لرد 4 بیتی میخوندم بفهم خوب اگر تصویر طور مردم نبینه هم روخ میره من 4 بیتی میخوندم یک دفعه با جلوی پوش خود پاک میکردم میفهمید که من میفهمم من برو برای دیگه پا نکرد اگه شعر میه که قلوب تروش داری بشو بشو قلوب تروش داری آمده بیتر شدم کلی حیات مرا تو سیکو هی بابا لباسا رو عوض کردم کلی حیات مبره از بستی به می سرا ما جنجال و خیلی چه رمضان استانی جنجال تیار خیلی شما تلویزیون برق داره چی؟ تلویزیون شما برق داره
تلویزیون ما برق داره. ها یعنی شما تلویزیون شما میگیره میگیره کلا افغانستانه. تلویزیون ما فعاله. من ببین دیگه. کجا ببینم؟ به تا تلویزیون. چطور به تا؟ مسافه دادم مال من. به کجا مسافه دادی؟ مصاحبه. ما عباس ویدما. به تام کوچه سر چهره چیز نیه. باغ مامان نزلگل. اونجا مسافه دادم. من خکه برار 1 ساعت دیل از این کلمه میگفت. چکار شده؟ من گفتم که بودیم شو خور سیکو. حالا اعمال کتور سی میکنم میبینم دیگه هم تا نه به می سر کله. کی؟ به می سر کله. همین تیپ می کشانه منه. همین تیپ می قیافه همالی بیامد عباس من نگدش. برو یالا کار از دیگه پارک دل ما خون چک میکنه. کلیا موتر حیات ما برفته برو از در سرم کلیار بستو. کلیا چی؟ کلیا موتر. تا کسی پیران معامله کلمه دارم برو. این ریموت داره. این کلی در سرا آن من دارم. کلی در سرا نیه کلی در سکل. نمیشه گیل لگانه سه که من هم کلی دارم نمیشه. ها این ریموت داره میزنه ریموت دروازه وا میشه. برو دام خونه ما زنگ میزنم کلیا به تا کسی رختم کمال بیری کدوم تا هم کسی پیران منه. همونا رو بستو بیارک بده. انانه تو؟ انانه ما از مادر به چهار کی بیت بستو بیار. خب پول خرجی مه. تو در سرا میری پول خرجی به تو بدم که تو به فس تو خیال میکنی من زارا بیامدم به صفت خوری تو ما برو مدار سرا شما نکن آدم تو به تلویزیون نشون داده تا مشهور شدی فرق میکنه خب برو گیل مرتکه 1 ساعت میگو خوش اخلاق خوشتی برو مار به پیش اون مرتکه هم نمکوش کردی تو برو با خدا می عباس دیری په جوان نبوده چرا؟ بابا من ندش مساففی من نیم کالا بمون برو تو لولاب خیلی یاد داری بیا آدم میگه بیعقلی از این نگی برو گیل جو برو زود باشه کجا برم من پول ندی نمیرم لا اله الا الله سوال بم 12 ما کشکم پس مرگ تو بجومی بیا بگید چنده؟ داری پی برر چند می؟ من به داری پی برم به تو راموت بیارم راموت نید بیا برو هنی 20 میدم بیا یا 20 خوبه وای کلاکش تموسی به زمستون به بالی و بگیش انو همین نیشوشته شد نیم از سر تو دیمه چرا گوشی مثل گوش سگ ما نیه بگیر سگ ما میاد گوشی نیه برو همون سگ شما رو از گوشنگی گربا نانه خوبه تلفن کن نانه خود نگم برو هن زنگ میزنم برو تو به خدایا از تو جلوتر سعی میکنی لگه این شهر من سعی کنه خوبه سعی میکنم برو از مال که شهر بیایم من با تلویزیون میشینم برو سعی کن من راست دروغ عباس معلوم میکنم تو یک کار کن رمضان من که سعی کردی خوب باز من کتیر میشم عباس میآید بده نمایی که بری بیاری برو من که سعی میکنم شکار میشم من که سهر تو را بخوره از او گزارش کارم نیلیلا این شب من سعی کشتنی جانجر خیریاته پای خیرش من سعی کو تو را همون الان میبینم نه اشته تو سعی اونجا کجا؟ تا تلویزیونا چی میگی گیل مسافه اشته مسافه مرتکه که چیچیلاتی بود اگه مال بیامده خوب یک بار از من اینجا من قطعگیر که مسافه گیری بابا می عباس خودی کل گنده خب بیامد مسافه مال قطع که گفت این آدم مشیاری نیه مرتکه نیلیلا 1 ساعت دی میگو خوش قیافه خوش تیپ خوش چهره جوان همه بگفت این بیامد اینجا قطع کرد خیلی دیگه از من میگفت میفهمی گلدار به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه او چی که به تو نمیگفت تو رای مسخره میکرده آفرین امی عباس که به قام تو برسیده خدا به پیار بیامرزه که تو زودی رد کرده اگر نکمی برنامه تو پخش نشدی تمام قریه ابروی سیات پاک میره که چرا عقل کمال تو نداری برار خوب گردم امروز من تو میبینم پیران تومون تو امرنگ دو این وقت دیدم پیران یگران تومون یگران امروز من میبینم سر کله تو کما که رنگ برنگ برابر دیگه به تامی قله نفر ور افتاده بوده که او بیامد از امر از تو پرسان کرده خب شاید کنه دیگه بفهم که تو مسخره میکرده برار دیگه یاد ندارم نه تو که به خلف و من یاد ندارم گپ زدم تو که خوب یاد داری من شیرین زبونی نکردم خی خدا به تو عباس یک زن بده که خسور تو یک گیپ میراث نداشته باشه که تو گدایی بمونی تو تا زنده بشی چرا تو نفهمی کنی گیلا بابا من ندش مسافه بگیرم گیلا من تو بیا کار خود خیلی نامردی چرا اگه نامردی نبودی لاقل من خبر میکردی زادمونو کمک آوردی من میرفتم اینجا مسافر من میگم من رد که عباس
مرا عباس رد کنی لله. حالا نفهمیدی که اینا کمک آورده بودم دیگه گپ چیزی بود که آمده بودم از تو پرسان کردم. او در جریان نیوم من نقدش مرا عباس کتک برو تو این شو سی کن مرم سی کن عباس هم سی کن اگه پول بداده باشه و عباس کو میده 100% است. درسته؟ یعنی به تو هیچ چی ندادم. نه عباس کو برو. بعد کار کردی. کاش که چند نفر از میدی خبر میکردی. برار من اصلا هنگ کردم. میگم گلا ای برستاد چو برای خود کردم ایتا نشه که یک دمی به تو کمک داده باشم به خاطر از اینا به ما چی نگی. به سر تو دارم که سر کل تو به 2 من پست پیاز نمیدم لله خوب اگه یک لیفه دیده باشه محروم باشه. که آخر هم باشه خبر میشیم اول هم باشه خبر میشیم شما موتور میبینیم اگه کمک داده باشه برو تصویر به تو داده. برو ببینم عباس هم ببین. اگر کمک بدادید با صبح تور گیر میکنم. خوبه ولی پیش عباس هم میرم. برو.